چه بادی هم میاد امروز. آره خوش اومدین به اپیزود 14 یه گوشه دنیا. امروز میخوایم راجع به مهاجرت دوم صحبت مهاجرت بعدی صحبت کنیم. چقدر ما مهاجرتی خدا سومیشو بخیر کنه. نه دیگه انشالله که دیگه همینجا موندگار بشیم به حق همین آفتاب و اینا. خب من اصلا اینجا فاین بود صحبت میکردم. اشکال نداره. چه خبر؟ خیلی داره باد میاد. آره خیلی باد میاد. ما و آفتاب زیاده. یعنی خیلی عجیبه. تصمیم به دیروز فکر میکنم باد 4 بود اگه اشتباه نکنم. الان 17-18. یعنی تصمیم به ویدیو گرفتن که میگیریم ما کلا همه چیزا دست به دست هم میده که ویدیو نگیری. صدا و اینا اصلا خوب نباشه. ولی خب فکر کنم الانم بدم نباشه. اوکیه. نمیدونم صدای باد اگر میاد عذرخواهیم. آره. چون دیگه دست ما نیست. آره. خب اپیزود قبلی راجع به چی صحبت کردیم؟ انگار ترکیه رو کامل بستیم. انگار مثلا کلاس درس میگن دینی رو مثلا بستیم درس 12 رو. آره خلاصه اتفاقی که افتاد اینجوری شد که شرایط ترکیه خیلی به هم ریخته بود و اینها و ما میگم دیگه توی اپیزود قبلی هم گفتم تصمیم گرفتیم که اون مهاجرت اصلی که میخواستیم انجام بدیم و کاراشو سرعت ببخشیم و کاری که انجام دادیم این بود که من اول پذیرش گرفته بودم از یه دانشگاهی، ولی خب دانشگاهی گفت به خاطر رشته و اینا که آمریکاییه نمیتونی بیای اینجا درس بخونی، باید ما بریم یه سری سرتیفیکیت بگیریم که من گفتم نه من اصلا نمیخوام یه رشته دیگه چون BCPMP میخواستم باشم حتما. حالا در رابطه با کانادا و اینکه کلا چجوری ما ورود کردیم، چجوری مهاجرت کردیم، از استرسای ورودش آره بگیم. اتفاقی که افتاد، حالا یه سریش من توی اپیزود قبلی گفتم که چی شد که من اصلا مسیر مهاجرتی کانادام چجوری شد، ولی من با جاب آفر با کلوز ورک پرمیت انگار چیز کردم، ورود کردم و بعد از اون ویزامو انگار تغییر دادم به اوپن ورک پرمیت، انگار همین اوپن ورک پرمیتی که برای پالیسی که گذاشته بودن برای ایرانی‌ها میتونستن استفاده کنن اونو اپلای کردم و خب الان با 3 سال اوپن ورک پرمیت داخل کانادا و داریم تلاش میکنیم که توی این بازه زمانی بتونیم پیارمون هم بگیریم. ملیه هم که با انگار اون زمان که من کلوز ورک پرمیت گرفتم به ملیه اوپن ورک پرمیت میدادن، ملیه هم اوپن ورک پرمیت گرفت، ولی خب چون من تغییر دادم ملیه هم تغییر داد. ورود دیگه چیز دیگه ای فکر نمی کنم باشه، همین بود. درسته ورود کارهای اداریش همین. آره البته یه چیزی هستش برای پروسسینگ تایمش اگه بخوام بگم، کلا کلوز ورک پرمیت و ویزای ورک پرمیت اون تایمی که باز من اپلای کردم تقریبا 1 سال شد دیگه، یعنی نه 2 سال پیش شد، ما 1 سالی که ونکووریم تقریبا 2 سال پیش بود، دقیقاً همین تایما بود که پروسش این مدلی که اول شما باید اون یه کارفرمایی پیدا بشه، جاب آفر رو به شما بده، بعد شما درخواست یک کد LMIA بهش میگن اونو بکنین و به واسطه اون بگین که آقا من میخوام بیام اینجا کار بکنم، یعنی کارفرما شما رو بخواد بگه که من میخوام که این شخص بیاد برای من کار بکنه و پروسش هم اولش فکر کنم چقدر طول میکشه، باید آگهی بزنن. آره رجیستر باید بشه شرکت. آره شرکت باید حتما رجیستر شده باشه، اون شرکتی که میخواد به شما جاب آفر رو بده و بعدش هم مثلا تو 3 تا از سایت ها باید تبلیغات بره و اگر کسی رو از داخل خاک پیدا نکردن بعد میتونه برای شما جاب آفر بزنه. ولی یه چیزی که هستش الان جاب آفر خیلی سخت شده و فکر کنم اصلا دیگه به این راحتی ها نمیدن، پروسسینگ تایمش خیلی زیاد شده کلا برای همه نوع چیز طولانی شده کلا. آره پروسه های اقامت موقت حالا اگه بخوایم بحث مهاجرتی کانادا رو الان باز بکنیم، پروسه های مهاجرتیش کلا خیلی سخت شده، مخصوصا اونایی که اقامت موقته. من یکم برم عقب، این تنه درخته آدم سر میخوره جلو. آره کلا اقامت های موقتش رو خیلی محدود کرده، هم پروسسینگ تایماش زیاده و هم که خیلی ریجکتیش آمارش رفته بالا و عملا داره میگه که من نمیخوام انگار ویزای موقت. همینجور پیار هم خیلی الان محدود کرده. آره. اون روز ولی راه بازم هست که بخواید ورود کنید به کانادا. آره هم با اینکه مثلا میگم خیلی سخت شده، چند وقت پیش، حالا راجع به کارمون میگیم، خب چند وقت پیش یه دونه
اپلیکیشن بود که سابمیت کردیم، طرف با ویزیتور ویزا 12 روزه ویزا شد. خیلی عجیب بود برام. یعنی هستش واقعا، ولی خب بگین کلا بسته شده. ولی خب به نسبت مثلا 1-2 سال پیش مقدار منطقی هم هست. اون منطقی هست و یه جوره بعد دیگه هندیا مثلا منظورت بود قشنگ. نه زیاد شده خب تعداد مهاجر من باید خب دیگه نمیتونه مثل هم قدیم را باید. یه چیزی اون سری داشتم نگاه می‌کردم، استادی پرمیتو چقدر زده بود؟ 52. آره فکر کنم همین حدودا بود. یعنی شما بخوای از ایران اپلای بکنی برای استادی پرمیت چیزی نزدیک 52 هفته طول میکشه و نزدیک $40,000 هم فقط 2 سال مستره که شما بخونی حداقل. و خیلی هزینه که به جای این که تحصیلی بیای راههای خیلی بهتری هست که بعدش به اقامت دائم میرسه و خیلی بهتره. حالا یکم هزینهش بیشتر از 40,000 تا میشه ولی خب دیگه مطمئن‌تر از اون روش. یه دفعه آدم برای پیار اقدام میکنه دیگه. مثلا یکیش میتونه روش استارتاپ باشه، یکیش میتونه البته کارآفرینی از خارج از کشور نمیشه، از داخل باید باشه. ولی مثلا استارتاپ کسی اپلای بکنه به نظر من به مراتب بهتره تا اینکه بخواد با استادی پرمیت بیاد، به خاطر اینکه در بدو ورود با پیار ورود میکنه. چی از این بهتر؟ الان کسی که داخل هستش باید کلی تلاش بکنه، امتیازاشو جمع بکنه، زبان بالا باید بگیره تا بره توی پول اکسپرس انتری و کلا سخت‌تره پیار از این طریق گرفتن. قدیم راحت‌تر بود، الان امتیازا خیلی رفته بالا. خب حالا راجع به روز ورود صحبت بکنیم، روز موعود صحبت بکنیم. ما خیلی اول که ورود کردیم، ببخشید من حواسم پرت بنده خدای اومد رد شد. ما قبل از اینکه ورود بکنیم خیلی استرس داشتیم برای سوالای داخل فرودگاه. حالا تو بگو اونجا رو. ما تو یوتیوب یه عالمه فیلم دیده بودیم که همه از استرس و این چیزا سوالایی که آفیسر موقع ورود میرسی میگفتن، همه میگفتن مثلا یکی میگفتش که یکی رو برگردونده آفیسر تو فرودگاه، یعنی این اجازه رو داره که تو رو برگردونه به مقصدی که بودی. و این خب خیلی استرس زا بود که ما بدونیم چی جواب میدیم، چی از همون میپرسه. کلی سرچ کردیم، از همه پرسیدیم. خب مثل که آفیسرهای هر فرودگاه با هم متفاوته و ونکوور از همه آسون تره و ما هم خدا رو شکر مقصدمون ونکوور بود و آفیسر خدا رو شکر اصلا از ما سوالی نپرسید و سریع تو فرودگاه کارمون رو انجام داد و ما داخل شدیم. ولی خیلی‌ها میگفتن که مثلا تو فرودگاه آفیسر دیده استرس داره، گفته مثلا الان من بهت ندم مشکل نداری برگردی ایران؟ گفته نه من مشکل ندارم، 0 زده و رفته نشسته بوده گفته که برو بشین پس میخوام برات گردم. این آقا هم رفته نشسته و بدون هیچ استرسی اونجا بوده. آفیسر نگاش کرده دیده استرسی نداره، گفته خیلی خب برو خوش اومدی و اینا، وارد شده به کانادا. یه چیزی که هستش، اون لحظه‌ای که وارد میشی خیلی مهمه که مثلا اگه بتونی با اون نرم افزارای ارایسکن و اینا اون کیوسکشو زودتر پر بکنی، هم اون و هم این که مدارک سرجم باشه و مرتب باشه و همه چیز به ترتیب چیده شده باشه. این خیلی تو چششون تأثیری مثبتی داره که ببینن تو خیلی مرتب چیدی و هیچ سوالی از تو نخوان بپرسن، به ترتیب برگه بزنن و ببینن. حالا یه چیز جالب این که اصلا از ما همچین چیزی رو یعنی قبل از اینکه شما ورود بکنی با تایپ فرودگاه با فرودگاه هم خیلی فرق میکنه. یعنی مونترال و تورنتو خیلی سختگیرترن، فرودگاه ونکوور خیلی ایزی تر میگیره. ولی نمیگم که نگرفته تا حالا از کسی سوال نپرسه، حتما کردن CBSA، ولی میگم شانسیه از یکی میپرسن به نسبت کمتره. حالا چیز جالب این که یه نامه‌ای داره اسمش پورت آف انتریه، بهش میگم POE. این قبل از اینکه شما میخوای وارد بشی باید این نامه رو مثلا پرینت شده داشته باشی و به آفیسر بدی، به واسطه اون به شما مثلا ورک پرمیت و استادی پرمیت تو اینا رو میده. من اونو اصلا از من نگرفت، یعنی خیلی عجیب بود. آفیسر فقط به من گفتش که پاسپورت تو بده، حتی تو هم نیومدی جلو من، پاسپورت تو رو بردم. آره پاسپورت ملیحه رو گرفتم بردم به آفیسر دادم، از روی ویزایی که یعنی لیبلی که توی پاسپورت اون خورده بود چیز کرد، ورک پرمیتامون رو پرینت گرفت و بهمون داد و اصلا هیچ چی دیگه از من نخواست. من ایزی اومدم بیرون، اصلا استرس صفر. آره استرس قبلش زیاد بود ولی بعدش که دیدیم انقدر راحته خب گفتیم چرا انقدر استرس کشیدیم. ولی میگم برای خیلی اینجوری آره آدم وقتی که ورود میخواد بکنه مثلا کشوری مثل کانادا که میدونی یک موضوع هم هستش توی سوشال مدیا، خیلی‌ها میان یه سری چیزا رو خیلی بولد میکنن و محتوا به خاطر اینکه دیده بشه و اینها. آره دقیقاً. برای همین
اگزاجره میکنن اون موضوع رو، در صورتی که اونقدر نیست واقعا، خیلی راحت تره، مگر اینکه یه مشکلی واقعا تو پرونده باشه. خلاصه ما ورود کردیم. اگه بخوام راجع به اولین مرحله های توی انگار ورود بگم، میتونه سیم کارت باشه، سین نامبر باشه، حساب بانکی و بعد دیگه باید بری دنبال اجاره خونه و اینها. و تو میخوای سیم کارت رو بگو. از سیم کارت شروع کن. بذار اول از جدلک شروع کنم. آها اوکی. همه میگفتن که برسین جدلگین تا یه هفته و اینا. رسیدیم و رفتیم حالا اونجایی که ایر بی ام بی کرده بودیم و وسایل رو گذاشتیم، رفتیم خونه پسرخاله علیرضا. بعد شب اونجا بودیم، یعنی شب گفتن بخوابیم دیگه، خونه اونا موندیم و ما مثل آدم عادی انگار شامو که خوردیم ساعت 12:01 رفتیم خوابیدیم و صبح ساعت 8 پا شدیم. تا اینجا همه چی خوب پیش رفت. همه چیز نرمال بود. گفتیم این چرا همه اینجوری میگن جت لگ، همه کلاس میذارن و اینا، چرا ما نشدیم فلان و اینا، ما قوییم، ما نمیدونم. انقدر خوشحال بودیم که این حال به ما دست نداده. فرداش که اوکی بودیم هیچی دیگه شروع شد. از پس فرداش حال بد شروع شد. ما ساعت 5 عصر که از سر کار می اومدیم خوابمون میگرفت به شدت زیاد، یعنی اینقدر خوابمون میگرفت که حتی نمیتونستیم شام بخوریم. فقط یعنی میخواستیم بخوابیم، ولی خودمون رو میکشیدیم تا 8-9 که دیگه بخوابیم تا صبح دیگه، ولی نمیشد. ما 10 میخوابیدیم، حالا هر جور بود خودمون رو تا 10 نگه داشتیم. 10 میخوابیدیم 12 بیدار میشدیم. من خاطرات دارم از اون روزا، یعنی داری میگی قشنگ تو ذهنم داره اونا بولد میشه. حالا 12 بیدار میشدیم، باز 2 میخوابیدیم، باز دوباره 5 بیدار میشدیم، همش بیدار بودیم. یه ساعت میخوابیدیم و خیلی حال بدی بود و فهمیدم بقیه کلاس نمیذارن. ببین یه اتفاقی که افتاد اینجوری بود که من مثلا دقیقاً 5 و 6 میومدم خونه، رو مبل که نشستم میرفتم. یعنی دیگه اصلا هیچی نمیفهمیدم، به طرز عجیبی خوابم میگرفت و دقیقاً همچیزی که ملیحه میگه 2-3 اوبرم. حالا این وسط یه چیزی، این موضوع رو چی میگن اینجوری، آتیش زیر خاک، نه یه شعله‌ور میکرد. اون چی بود؟ نمک روی زخم. آره یه چیزی تو همایا. خب آخه ضرب المثل کاش بلد باشه. حالا اتفاقی که افتاد این بود که ما اون جایی که ایر بی ام بی کرده بودیم توی داونتاون بود و خب کسی که الان تو ونکوور هستن میدونن توی داونتاون خیلی کلاب و اینا هست و کلابای شبونه و اینا هستش. بعد دقیقاً اون طبعا پشت خونه‌ای که ما گرفته بودیم یک کوچه‌ایه که اونجا همش شلوغ شبا و بالاخره خب مست هستن دیگه بعضیا. پلیس دائم اونجا بود، یعنی انقدر صدای آژیر پلیس هر شب یا آمبولانس. من اوایل خب حالا یه چیزی پرده بردارم از این قضیه، من اوایل فکر می‌کردم که واقعاً مثلا اینا هی مریض میشن اینقدر آمبولانس میاد پیششون و اینا. بعد یکم بعدتر که زندگی کردم فهمیدم نه، این کسایی که هوملسن توی داونتاون و اووردوز میکنن میمیرن و اینا میان جمعشون میکنن میبرن. داستان از این قراره و برای همین خیلی صدای آمبولانس و اینا شدید بود. آره این از جدلک. حالا برو تو سیم کارت و دیگه هیچی. بعدش رفتیم سیم کارت رو گرفتیم که اونم همون روز میگیری و آره پلناش مشخصه، چیز خاصی نداره. فقط چیز عجیبی که داشت ما اون موقع پول ندادیم و بعد اومد روی پلنمون. برای من عجیب بود که چرا ما الان سیم کارت گرفتیم پول ندادیم. خب جالبیش میدونی چی بود؟ جالبش این بود که ما اونجا که داشتیم سیم کارت رو میگرفتیم حتی حساب بانکی نداشتیم و به ما داد سیم کارت. اینش عجیب بود. یعنی مثلا اگه میگفتم که اوکی من حساب بانکی دارم، میگم خب اوکی از رو اسمم و اینا میفهمن، خب شارژم میکنن، ولی مثلا حساب بانکی باز نکرده بودم اینجا. اینش خیلی عجیب بود که فقط بر اساس اون ورک پرمیتی که شما داری بهت سیم کارت رو میدن، پلن رو میفروشن. حالا درسته که اگه اونو پرداخت نکنی پدرتو در میاره، یعنی کردیت تو به فنا میده، ولی اینکه سیم کارت رو به شما همون اول میده خب باحال دیگه. برای تو این عجیب بود، برای من باز بانک عجیب بود، به خاطر اینکه ما خاطره بدی که تو استانبول برای حساب باز کردن داشتیم، اینجا برای من فوق العاده خوب بود. ما تو استانبول یه حساب عادی که می‌خواستیم باز کنیم به خاطر ایرانی بودنمون میگفتن باز نمی‌کنیم و ما 3 ماه درست اونجا کارت بانکی نداشتیم و هر راهی رو بگین تست کردیم و آخر فهمیدیم که باید به یه سری آدم پول بدیم
که اینا برای ما بیان چون آشناهای بانک دارن برای ما حسابو باز کنن و ما این کارو کردیم و پولو دادیم به اون فرد انگار واسط و اومد با ما، رفتیم اونجا بانک و حساب باز کردیم و ما بعد از 3 ماه تو استانبول به یه کارت بانکی خیلی عادی رسیدیم. یه چیز جالب ترش میخوام راجع به کردیت بگم. خب شما تو ترکیه اگر چالیشما ایزنی داشته باشی، یعنی اجازه کار داشته باشی، خیلی بهت راحت تر کردیت کارت میدن. اون حسابی که مالیه داره میگه یه دبیت خالیه، اصلا چیز خاصی هم نبود، برای همونم به ما نمیدادن. حالا کردیت باز کردن تو ترکیه اینجوری بود که میگفتش اوکی شما بیا مثلا به ازای اون لیری که داری مثلا بذار توی حسابت، من به همون اندازه بهت کردیت میدم. یعنی عملا پول خودت بود، فقط کردیت بود. یعنی چیز خاص اضافه تری نداشت. پول خودت تو هی میتونستی خورد فقط اتفاقی که افتاد، من همون اول بهش گفتم اوکی فقط من اگه بشه این مبلغ رو به صورت دلاری تو حسابم بذارم نه لیری، که همین باعث شد که من اون زمان به جای اینکه مثلا ما 10,000 لیر گذاشتیم، ولی موقعی که داشتم برمی داشتم 28,000 لیر بردارم، تبدیل شده یه لیر به دلارش. آره من دلاریشو چون یادم بود تعجب. آره بعد حالا اتفاقی که حالا اینجا چجوری شد، اینجا شما راحت میری حسابو باز میکنی، برای اول بهت کردیت میدن البته هیچ پولی نمیخوابونی. یه چیزی هم هستش، بانک تی دی که اینجا به ویزیتور، یعنی کسی اگه با توریستی بیاد بهش بهش کردیت کارت میده، $500 میده. ولی اگه با استادی پرمیت و ورک پرمیت بیاید، فکر میکنم تا سقف همون 2,000 تا رو میدم. مثلا ما خودمون 2,000 تا، من 2,000 تا گرفتم، مالی هم 2,000 تا گرفت، قانونشه دیگه، اولش همین مقدار. بعد بر اساس اون پیرول و اون جایی که کار میکنی و اینها بهت اون سقفشو هی میبرن بالا. ولی خب حساب باز کردن واقعا عجیب بود. تو ترکیه بیچاره شدیم، ولی خب اینجا ایزی. کلا یه سری چیزای این مدلی تو کانادا خیلی راحت اتفاق میفته. یعنی اصلا نیاز به درگیری و نمیدونم چیز خاصی نیستش، آشنابازی و این چیزا نداره. آشنابازی نمیخواد، میری هستش باز میکنین دیگه. یه چیزی که برای همه هست برای تو هم هست. بعد یه چیز جالبتر این که اینجا هم بانک، هم البته خب تو ونکوور شهرهای دیگه خب خیلی کمتره دیگه، ولی هم بانک هم کارهای دیگه همه توش ایرانی خیلی زیاده. آره عملا اینجا همه ایرانی. آره یعنی هموطنا میتونن استفاده بکنن. یعنی تو هر جایی که بری یه ایرانی هست کم کم که بتونه کمکت کنه. آره خب ببین مثلا یه سری حسابای سیوینگ و اینا هستش که شاید یه کسی در بعد به ورود که میاد اطلاع نداشته باشه، یا حتی اگه زبانش هم خوب باشه خیلی براش جا نیافتاده باشه این بحث سیوینگ و مدلای حسابی که اینجا دارن. خب یه نفری هستش میاد میگه آقا من میخوام مثلا با یک فردی صحبت بکنم که مثلا ایرانی فارسی صحبت میکنه. خب این خیلی ایزی میکنه قضیه رو دیگه. این چیزاش کلا خیلی خوبه. و راجب چیز میخواستم بگم، راجب سین نامبرم میخواستم بگم. سین نامبرم که میشه انگار اون کد بیمه شما، سوشال اینشورنس نامبرتون، که باید اونو داشته باشین. اون برای همه کارا لازمه. به واسطه اون حتی به واسطه اون اصلا حساب برات باز میکنه. اگه اونو نداشته باشی اصلا حساب برات باز نمیکنن. و اینکه ایرانی‌ها اینجا خیلی کمکت ساپورتیون، خیلی کمکت میکنن. یعنی هر جور شده میخوان تو کارت را بیفته و هر اطلاعاتی دارن به تو بدن که تو کارت زودتر را بیفته. مثل ترکیه نبود که حالا آدما یکم میگفتن با ایرانیا نباشین، با ایرانیا صحبت نکنین. حالا اونجا هم من نمیگم واقعا ایرانیا بد بودن، همه جا خوب و بد داره، ولی میگفتن چیزی که مردم میگفتن، حتی ایرانیا. من خب ارتباطی کلا زیاد چون کارمون تو خونه بود با بقیه نداشتیم که بگم آره اینطوری کردن اونطوری نکردن. ما 2-3 نفر اطرافمون بود واقعا اونا خوب بودن، ولی میگن اینجا خب خیلی بهترن. خب ما هم دیدیم به چشم و واقعا اینجا خیلی کمکت میکنن. آره خیلی واقعا ساپورتیون کلا ایران کلا، ولی ملیت‌های دیگه شون هم همینجوری هن. یعنی کلا اگر یک راهی باشه و بتونن کمک میکنن. اینجوری نیستش که بخوان سنگ بندازن. مثلا ما تو ترکیه میگفتش که برای همین حساب باز کردن میگفت ما باز نمیکنیم، برو شعبه روبرویی. میرفتیم روبرویی، میگفت نه من که باز نمیکنم، برو اون سر کوچه. ما تمامی بانکای استانبول رو رفتیم. آره اینش خیلی عجیب بود واقعا. راجع به اجاره خونم برعکس توی استانبول و جاهای دیگه این مدلیه که شما مثلا میری دفتر املاک، لیست مثلا خونه ها اینا هستش، هر کدوم بخوای مثلا اجاره میکنی. ولی اینجا خیلی درصد این اتفاق کمه.
همه از طریق سایت انجام میدن. یه سری سایتایی هستش که فیسبوک مارکت آره فیسبوک و مارکت پلیس، کیجیجی بود کیجیجی هم اگه اشتباه هستش. نکنم. آره یکی دیگه هم هستش کرگلیست. آره فکر کرگلیست می‌کنم. هم هستش، خیلی زیاده. توی اون سایت ها میرین بودجهتون رو مثلا، حتی بودجه رو که میتونید فیلتر بکنید، ولی تمام خونه ها رو زده بر اساس مثلا لوکیشنش، امکاناتی که داره، عکسی که داره. و خوشبختانه دیگه اینجا عکس‌ها فیک نیست واقعا، همون آره چیزی نه که واقعا زده واقعا همونه دیگه. گولت نمیزن. آره و دیگه میرین اگر با اون شخص کانتکت میکنین، اگر یه تایمی مشخص میکنه، شما میرین خونه رو میبینین، اگه اوکی بود قرارداد می‌نویسین. و قسمت خوبش اینه که اینجا قراردادهای خونه و اینها یکسانه، یعنی یه تمپلیت مشخص داره، همه تقریبا از همون پیروی میکنن. کسی غیر نمیاد بگه که خب حالا بشینیم مثل تو ایران قرارداد بنویسیم بسم الله، اصلا و یه اینجوری خوبی نیستش. دیگه ای که داره، استانبول هم اینو میگفتن اجاره خونه مثلا سالانه 25% اضافه بشه، ولی آره. اونجا 60 شاید 70% آره خیلی میبرن زیادتر. بالا. ولی اینجا واقعا طبق همون قانونی که 25% نه با 5%. 5%. آره. طبق همون قانون هر البته سال اضافه میشه و خودش تمدید میشه. فکر کنم ماکسیمم 5%، حتی کمتر هم میتونه باشه. آره. اصلا 2-3% هم حتی آره. هست. خیلی اصلا از کانادایی اصلا اضافی نمیکنن. این وایتا اینا هستن، اصلا اینه که اصیل کاناداییان. آره. خیلیشون اصلا بیسمنتش رو طرف اجاره میده، اصلا اجاره اضافی نمیکنه، چون تورمی به اون نسبت نداره. این تورمی هم که چند سال اخیر داشته به خاطر کرونا بوده و همه کشورها داشتن. اینجا کمتر هم تجربه کرده این قضیه. ترکیه نابود شد. حالا اجاره خونه، آره این مدلی که قرارداد مشخصه همه چی، شما فقط میری یه امضا میزنین و تموم. و پول یه دیپازیت داره، دیپازیت هم خیلی کمه. اصلا اینجوری مثل استانبول اینا نیستش که یه ماه بده جلوتر، 3 ماه جلوتر بده. آره. نه شاید هم 1 سال جلوتر میگرفتن. آره 1 سال جلوتر. نه فکر میکنم نصف 1 ماه. آره نصف 1 ماه اجاره خونه اجارتون رو به عنوان دیپازیت آره میگیرن و بقیهش دیگه از ماه بعد شروع میشه. شما میتونید از اپلیکیشنتون پرداخت کنین، میتونید چک بدین بهشون، میتونید ترانسفر بکنین. و بعضی خونه ها آبو با خود حسابخونه است، آب یا برقش. بعضی هم نه، همشو خودت باید پرداخت کنی. آره. به این چیزاش هم میتونی دقت کنی. یه چیز دیگه هم که خیلی جالبه اینجا، یه سری خونه هستن که به صورت بهش میگن رنتال، یعنی کل ساختمون مربوط به یک مثلا یه شرکت سازنده‌ای میشه که همه رو میده به مثلا مستاجرا. اونها دیگه خیلی راحت تره. اونا شما راحت میتونین با اون انگار شرکتی که سازنده اون هست قرارداد ببندین، قشنگ مشخصه که چقدر سر سال بهت انگار اضافی میشه و تا این سال شما میتونین بمونین اونجا و هیچ کس نمیتونه بلندتون بکنه. برای همین خیلیا تو ونکوور اینجوریه که از ترس اینکه شاید، البته خیلی درسش کمه، ولی از ترس اینکه نتونن مستاجر رو بلند کنن، شاید اصلا ترجیح بدن خونه خالی باشه. چون اگر مستاجر بیاد بشینه، بلند کردنش دیگه واقعا کار سختیه و همین راحتی نیستش. اگر بخوام از خوبیای اینجا بگم، طبیعت ونکوور فوق العاده قشنگه، به خاطر اینکه دریا و جنگل و همزمان تو خود شهر داره. نیازی نیست یه راه دوری بری که به یه جایی برسی. حالا بری که 100% باز قشنگ‌تر میشه، ولی در کل تو همون خود شهر اگر ماشینی هم نداشته باشی میتونی به جنگل برسی، به دریا برسی، همش در همین تو خود شهره و فوق العاده خوشگله. و اینکه رانندگی‌هاشون به شدت خوبه. یعنی بخوای مقایسه کنی، یعنی اینجا رانندگی کنی، به نظر من برگردی دیگه نمیتونی رانندگی کنی، چون همه چیز قانون برات میره زیر سوال که چرا مثلا همه اینطوری رانندگی میکنن. و درسته گواهینامه گرفتنش سخته اولش، ولی بعدش فوق العاده احساس آرامش داری پشت فرمون که هستی و به نظر من خیلی ایمن داری رانندگی میکنی، یعنی استرس نداری همش. این یه پوینت واقعا مثبته برای من. آره منم اگه بخوام حالا یه سری بدی‌ها یه سری خوبیاشو بگم، چون هر جایی بالاخره هم بدیای خودش رو داره هم خوبیاش داره. این ترکیه هم همینجوری بود، ایران هم 100% همینجوری. بالاخره یه سری چیزای خوب داره، یه سری چیزای بد داره، ولی خب بستگی داره که چه جوری بخوای انگار تو کدوم کفه ترازو مثلا سنگین‌تر میشه. اینجا اگه بخوام خوبیاشو بگم، دقیقاً منم میتونم اشاره کنم به آب و هواش خیلی خوبه، اقتصادش خیلی خوبه. یعنی به نسبت مثلا کشور قبلی که حالا ما بودیم ترکیه بود، اینجا اقتصادش خیلی بهتره، با توجه به اینکه کرونا اومد و خیلی از بیزینس‌ها رو تحت تاثیر قرار داد. ولی توی
همین چند سال اخیرم میگن مثل قبلش نیست و درستم میگم. مثلا توی گوگل اگه بریم منوهای مثلا رستوران‌ها رو نگاه بکنیم، یه سال پیش شاید یه مثلا میگم یه غذای بوده $10، الان مثلا همون شده $15، شده $16. بالاخره تورم خودشو داشته. مهاجر طبیعتاً تأثیر میذاره روی این قضیه، اجاره خونه ها رو میبره بالا، باعث تورم میشه دیگه. یکی از دلایلی هم که الان دولت کانادا کلا داره سخت میگیره به خاطر همینه. میگه که مهاجران انگار زیاد شدن و باعث شده که تورم کشور ما زیاد بشه، برای همین داره مثلا جلوشو میگیره. حالا اگه بخوام خوبیای دیگه‌شو بگم، تا قبل این قضایا واقعا سیستم مهاجرتیش خیلی استیبل و خوب بود. الان دیگه به نظرم خیلی نمیشه پوینت مثبت در نظرش گرفت، چون تقریبا داره هر روز یه قانون میذاره. قشنگ اگه یاد باشه ما تو ترکیه که بودیم معروف به کشور قانونای یه روزه. حالا اینجا اونجوری نیست. چرا؟ دقیقاً همینجوریه. به خدا اینجوری اونجوری مثل ترکیه نه. ما ترکیه هر روز صبح که بیدار می‌شدیم رفرش می‌کردیم، خبره هی تغییر میکرد. واقعا هر روز بود. اینجا خدای هر روز نیست. نه هر روز نیستش، ولی خب تو این یه سال حداقل خیلی اتفاقای به خاطر اون تعداد مهاجری که یه دفعه خیلی گرفت بعد کووید، خب خیلی زیاد شدن و الان باز دوباره میخواد کمش کنه، باز حتما سال دیگه باز زیادش میکنه. ولی الان هم جوری نیست که بسته شده باشه. میگم راههای بیزینسی بیشتر شده الان. کلا کانادا بیسش رو مهاجره دیگه، یعنی هیچ موقع نمیتونه مهاجر نگیره، چون انقدر زمین خالی بایر داره که باید اینا رو پر کنه. خب حالا بذار از بدیش بگم. بذار من یه خوبی دیگه داره میخوام بگم. خوبی دیگهش اینه که مردمش خیلی آدمای نایسی ان، یعنی اکثرشون آدمای نایسی ان، چیز میکنن، یعنی مثلا واقعا کمک میکنن، خوشروان، بی‌عصاب نیستن. یعنی شما پشت اینجوری میتونم بهتون بگم، پشت چراغ قرمز اگه وایسی بعد که چراغ سبز بشه و اون شخص وایسته، احتمال اینکه طرف بوق بزنه خیلی کمه. نه میخوای پارک کنی ساعت ها برات وای میستن. مثلا دیدین خانم‌ها یکم دیرتر پارک میکنن، وای میستن ساعت ها وای میستن تا تو پارک تو انجام بدی و هیچ بوقی نمیزن. ولی کلا اسلو هم هستن. همه چی اسلو، یعنی همه چی رو دور کنده. یعنی کسی که از ایران میاد اینجا، نه که ما همش در حال تند کار انجام دادنیم، یکم شاید این بخوره تو ذوقمون که مثلا چرا کارمون رو سریع انجام میدن. خب اینا خیلی ملو انجام میدن، بر همین خب خیلی کیف میکنن. یعنی واقعا از زندگی که کردنشون کیف میکنن. همینجا من الان این مسیر رو مستقیم بریم، پیاده رویاشون قشنگ مشخصه که چقدر اسلوان و خیلی دارن عشق میکنن. به سلامتیشون خیلی اهمیت میدن. یعنی راسته راجع به رستوران اینا هم حالا بحث هلسی شد، دقیقاً همین جوریه. شما واقعا اینجا رستورانای لوکالشون و اینها خیلی طرفدار داره، برعکس مثلا مثل دبی و ترکیه و اینها که KFC و مکدونالد و نمیدونم فسفودا همیشه مثلا شلوغه. اینجا عاشق مثلا رستورانا و کافی شاپ هایی هستن که لوکاله، مثلا طرف دستی درست میکنه. یعنی مثلا برگر طرف خودش هوم میده، یعنی خونگیه. عاشق این چیزان. یعنی عاشق فسفود بودن، اینجا همه عاشق قهوه‌ن، یعنی نمیتونن قهوه نخورن و همیشه هر لحظه یک کافی دستشون همیشه هست. اینجا اصلا بیشتر از این که فکر کنم رستوراناش کافی شاپاشون خیلی خفنن. ولی شما اینجا میرن آبجو مثلا میخورن یا مشروب میخورن، همه میرن مثلا اون چیزایی که دستساز اون رستورانه رو استفاده میکنن. اینش خیلی جالبه و کیفیت غذاشون واقعا عالیه. 20 خدایی خیلی کیفیت غذاشون خوبه. ولی فست فود و اینا خب معمولا همه کمتر میخورن و خیلی خلوته. یعنی فست فودا رو نگاه کنی شاید مثلا تک و توک توش نشسته باشن، ولی غذاهای دیگه همه رستورانا پر و شلوغن. مثلا KFC و اینها رو واقعا اینجا اکثرا کسی که یا منبع درآمدشون پایینه میرن یا کسی که هوملسه میره. یعنی خیلی نه میرن آدمای دیگه هم، ولی خیلی خب کم میرن. آخه یه جوری کم ببین، آخه یه جوری کم میرن که اصلا دیگه دلت نمیاد واقعا بری. ولی خب دیگه نمیشه بگی حتما این موردا میرن. همه نوع آدم استفاده میکنن ولی خیلی کمتر میرن، چون میگم اون سمت غذا رو بیشتر میپسندن. آخه یه چیزی هم هستش مدینه، ببین قیمت غذاهاشون واقعا اونقدی فرقی نمیکنه. یعنی KFC با اون چیز یکیه. و اونی که راست میگی. حالا فهمیدم منظورتو. ولی خب خیلی باحاله، همه چیزای فرش رو دوست دارن استفاده بکنن. یعنی
تازه باشه، ارگانیک باشه همونجا. ببین مثلا این چیز جالبی که دارن اینا توی سوپرمارکتاشون از این گلدونای نعنا هستش که نعنا نیست، ریحون مثلا میشه خودشون برن ریحون رو سر صبح مثلا بچینن بزنن لای غذاشون. اینش خیلی باحاله. یه چیزی که راجع به چیز می‌خواستم بگم، راجع به خوبیاش می‌خواستم بگم. آره یکی که تو گفتی هلسی و اینا، مثلا بعدیشو چی می‌خواستی بگی؟ بعدیش می‌خواستم فقط بگم که به ایران یعنی دورترین نقطه دنیا، نه فقط ایران نه فقط ایران، به همه جا دوره دیگه، ولی خب من چون خودم مثلا ایرانو در نظر میگیرم واقعا به ایران دوره و خب این پوینت منفیه دیگه، ولی باز پوینت مثبتشو بخوای در نظر بگیری به آمریکا نزدیکه. تو پاسپورتتو بگیری یعنی هم میتونی با ماشین بری آمریکا، همین که خب پروازی خیلی نزدیکه. این پوینت مثبتشه. آره اینش خیلی خوبه. یک پوینت منفی دیگه ای هم که داره اینه که متاسفانه این لیبرالا که اومدن خیلی قوانین رو مثلا شلو اینا گرفتن و مثلا یه سری مواد و دراگ و اینا آزاد همه میدونن دیگه الان. و راه به راه شما تو خیابون که راه میری خیلی تعدادی کسایی که وید میکشن زیاده و من خودم واقعا حالم بد میشه. بعد بعضی وقت دیدی دیگه انقدر بوش شدیده از روی این پل، اینجا دیده نمیشه پل لاینزگیت، از روی پل که رد میشی من نمیدونم کی رو پل زده بوش میپیچه تو ماشین، یعنی انقدر شدیده من اصلا نمیدونم واقعا اینا چیکار میکنن. اینش هم به نظر من یه توی استانبول گفتی همه سیگار میکشن. آره تو استانبول همه سیگار میکشن، اینجا همه وید. آره ولی در مجموع خب یه سری خوبی‌ها داره یه سری بدیام داره. یه چیزی که هم راجع به آب و هواش می‌خواستم بگم، شرجی اصلا نیستش، یعنی همین الان اصلا دمای هوا فکر می‌کنم 17 18 باید باشه ولی اصلا شرجی نیست. بهترین آب و هوای کانادا رو ونکوور داره دیگه. آره. فقط ونکوور زیادی بارونیه ولی وقتی هم آفتابی میشه ولی بارونی بودنش هم شرجی نیست، اصلا کلا شرجی نیست. بارونو نگو اصلا دیگه بارون حالم بد میشه یه مدت دیگه اصلا آخه خیلی پشت هم میاد، مثلا اینجوری نیست که یه هفته بیاد یه هفته نیاد، مثلا میبینی یهو 20 روز یا یک ماه پشت هم همینطور داره بارون میاد. ببین انقدر که بارون میاد بعضی وقت مزه‌اشو میوه‌اشو مزه آب میده واقعا مثلا مزه خود میوه نیست. وقتی آفتاب میشه همه اینجوری میریزن بیرون و شلوغ میشه. ولی الان اینجا خلوته. حتی خب ما خیلی اومدیم جای خلوت، ولی جای بالاتر هستش خیلی شلوغه. خلاصه اینم از قسمت دوم مهاجرت قسمت دوم مهاجرت و مواردی که راجع به کانادا بود. فکر میکنم هنوز یه سری چیزا هستش راجع به کانادا که بتونیم صحبت بکنیم راجبش و اگر حالا باز چیز دیگه ای به ذهنمون رسید که خیلی مفید بود حتما تو اپیزودهای بعدی راجبش صحبت میکنیم. تا اپیزود بعدی خداحافظ.